چگونه کم کار کرده درآمد خوب به دست آوردن ممکن است. ممکن در اول سخنهای من برای شما خنده‌آور است، ولی بیاید مثال میبرم. مثالی دهقان و باغبان. دهقان هر سال چیکار میکند؟ سبزه میشناند، مهنت میکند، رصاد میکند، کوشش میکند و حاصلی که میگیرد میبرد میفروشد و از فروختگیش فایده میگیرد، پول کار میکند. ولی سال دیگر وای باید که از سر با مهنت کند و همین خیلی سال تا سال همین چیز دوام دادن میگیرد. مثالی باغبان هم مهنت میکند، نخالهای بهترین را میگیرد، میشناند، کوشش میکند، مهنت میکند، ولی او یک بار خوب مهنت میکند، ولی مهنت او هر سال حاصل خودش را آورده میگیرد و او بهم که همین خیلی دائمی درآمد گرفته رفته میگیرد. و عیناً ما هم باید حاضر کوشش کنیم که عیناً برای درآمد دائمی، یعنی که درآمد پسیو گرفتن و یا که اقلا برای خود درآمد پسیو ساختن ما باید که کوشش کنیم. و درباره یکی از بهترین نمود ساختن درآمد دائمی که خودی من حاضر استفاده برده ایستادم من برایتان تیار کرده گیم. برای این با کامنتار پلوس مانه من به شما معلومات پورا رو روان میکنم.